سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 13 فوریه همراه شما. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار عبدالرحیم خالقزاده رئیس کمیته دین را از مقامش سبکدوش کرد و سلیمان دولتوف رئیس دانشکده اسلامی را به جای او تعیین کرد. این مؤسسه تعلیم دین را اکنون تاج‌الدین اسام‌الدین زاده رهبری می‌کند که او تا امروز معاون اولی رئیس کمیته دین بود. عبدالرحیم خالقزاده به احتمال غالب وکیل پارلمان می شود، زیرا حزب حاکم خلق دموکراتی او را به حیث نامزد به مقام وکیل پیشبری کرده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین صدرالدین شریفوف مدیر کارخانه تلکا را از مقامش گرفت و عبدالرحمان جورایف را جایگزین او کرد. دادگاه اسماعیل سامانی در دوشنبه امر داد که مهلت بازداشت جلال‌الدین محمودوف عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تا زمان انجام تفتیش پرونده جنایش تا 2 ماه دیگر تمدید کرده شود. در این باره وکیل دفاع جلال‌الدین محمودوف روز 13 فوریه بر رادیو آزادی خبر داد. مشاور رئیس حزب نهضت و هم عضو کمیسیون مرکزی انتخابات روز 10 فوریه برای غیر قانونی نگه داشتن سلاح دستگیر شده است. کمیته امنیت ملی گفت که جلال‌الدین محمودوف در خانه یک دوستش در ناحیه حصار 2 تفنگچه و مقداری از تیر را پنهان کرده است. ناظران انتخاباتی کشورهای مشترک المنافع از تأسیس ستاد ناظران در شهر دوشنبه خبر دادند و گفتند امید دارند انتخابات پارلمانی تاجیکستان شفاف، عادلانه و بی قانون شکنی صورت بگیرد. گرکون ولادیمیروف رهبر گروه ناظران در این باره ضمن یک نشست در شهر دوشنبه روز 13 فوریه خبر داد. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان 79 ناظر را از کشورهای مشترک المنافع ثبت نام کرده است و میگوید قرار است انتخابات مجلس نمایندگان را در روز 1 مارس بیشتر از 400 ناظر مشاهده کنند. شماره داوطلبان برای تحصیل در دانشگاه‌های خارجی در تاجیکستان بیشتر شده است، ولی نه همه آنها امکان رفتن به روسیه و کشورهای اروپایی را پیدا می‌کنند. روزانه 10 نفر در مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف و علم هستند و با این امید که یکی از کوتاهای تحصیل در دانشگاه‌های خارجی نصیب آنها می‌شود. تنها روسیه سال 2014 اظهار آمادگی کرده است که 2000 جوان تاجیک را برای تحصیل رایگان قبول می‌کند. Акам холам زندگی میکند. برای من این روسیه را انتخاب کردم که در اونجا هست آدمایی که وقتی که من با یگان چی در کار میشم من میتونم رفتن کمک میکنن برای کشورهای اروپایی، ژاپن و ایران نیز همساله از تاجیکستان 10 نفر را برای تحصیل رایگان قبول می‌کنند. عین زمان هزاران نفر از دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند. گزارش کامل را در این باره در وبسایت آزادی ببینید. نزدیک آمدن بهار در تاجیکستان و شکفتن گل‌ها برای بعضی از بچه‌ها امکان پول کار کردن را فراهم کرده است. یکی از آنها محمدالله جان نظرف ساکن 14 ساله ناحیه خراسان است که در راه دوشنبه قرغان تپه گل سیاه‌گوش می‌فروشد. محمدالله میگوید گل فروشی روزانه تا 25 سومانی به او فایده می‌آورد و او در تامین خانواده 8 نفریشان کمک می‌کند. گل سیاه‌گوش در تاجیکستان هدیه بهاری و مژده نوروز به حساب می‌رود. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.